فرق در بین نصاب زکات و نصاب صدقه فطر چنین هست. زکات کسی که مال داره یک سال از سر مال از او بگذره، یک سال بعد از او انسان زکات میکشه از مال خود، چه طلا هست چه نقره هست به نصاب رسیده، یا پول و پیسه داره، یا گوسفند و گو و شتر، مثلا شتر در میدان 9 ماه 10 ماه در میدان میچره و زندگی میکنه، شتر داره در میدان میگرده، 5 شتر داره، یک گوسفند بوده، 10 2 15 20 تا 4 تا 25 که شد، تا 25 یک دانه یک سال را پورا کردگی و انتماخاز را میکشه. از گوسفند 40 دانه همه در میدان بچره، نه که گوسفندایی که در خانه زندگی بکنه اینه، بلکه گوسفندایی که در میدان چریده میشود، میدان میچرن و میخورن، زیاده صاحب و مالکش فقط 2 ماه کم و بیش یا 3 ماه به این انداز صدقه فطر در سرش زکات در سرش واجب میشه. از 40 گوسفند فقط یک گوسفند ادا میکنه. گو همچنان مقدارش به 30 رسید در میدان که میچره، نر و ماده گد هست، در اون صورت فقط از 30 گو یک دانه یک سال را پورا کردگی به سال دوم قدم ماندگی گوسفند گو را گوساله را میده. به این ترتیب است عزیزان من، زکات 1 سال بگذر از بالای مال. مثلا ما درباره صدقه فطر این حکم نیست. صدقه فطر مال نداره کسی، حتی امو روز عید امو روز حاصل شد مال، تنها در روز عید برش حاصل شد، او انسان صدقه فطر میکشه، سرش واجب میشه. اگر صدقه فطر را عزیزان من یک انسان ادا نکرد، از سستی از بی‌پروایی ادا نکرد ماند، رسول خدا فرموده در ابو داود شریف حدیث است، از فقها صاحب شامی فتوای شامی می فرمایند که در این وقت در رمضان ادا کردی فطر شد، اما واجب در گردنت ماند، در آینده که ادا میکنی تنها صدقه میگرده، تنها صدقه میشود، نه که ادای واجب. بحر رائق شرح کنز الدقایق از علامه ابن نجیم حنفی در زمان خود مشهور بود، حضرت ابن نجیم را ابو حنیفه ثانی میگفتند در مصر، اونا نوشته میکنند. منحة الخالق از ابن عامدین مصری هست، اونا نوشته میکنند. طلا داره کسی با اوزان فرق داره، طلاها در زمان مثلا یک کسی عمیق قدر مال داره، طلا داره 87 الی 89 14 و 18 میاد، در این صورت عمیق قدر نصاب طلا هست، عمیق قدر نصاب 87 گرم 87 88 89، اگر 14 باشه بالاتر شاید به 100 گرم صدقه فطر واجب زکات واجب میشه. بازم عمیق قدر چیزی که داشت او صاحب نصاب است.